قاعده 103 عقیده به این که پیامبران علیهم السلام مخلوقات خاکی انسانی می باشند و غیب را نمی دانند. ما و شما باید ایمان داشته باشیم که تمام پیغمبرها چی هستند؟ اصل پیغمبرها که خلق شدن، کل پیغمبرها اولادی چی هستن؟ اولادی آدم علیه السلام هستن. وقتی که اصل خلقت آدم علیه السلام از خاک بود، تمام پیغمبر به شمول رسول الله صلی الله علیه و سلم یا چی هستن؟ از خاک خلق شدن. خب این حاله رسول الله سمیه که قل انما انا بشر مثلکم، من مثل شما بشر هستم. همین قسم که شما از خاک پیدا شدن، من هم از خاک پیدا شدم. همین قسم که شما میخورین و مینوشین، من هم میخورم و مینوشم. همین قسم که شما مثلا مسئولیت دارین، من هم مسئولیت دارم. بناهن پیغمبران علیهم السلام اینا از خاک خلق شدن. و در بعضی آیات قرآن که مثلا نسبت نور گفته شده برش، این به معنای ازی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل که قرآن نور گفته. قرآن چرا نور گفته شده؟ به خاطر ازی که این مثل یک چراغ روشن است، یک چراغ است. متوجه هستید؟ وقتی ما شما را میگیم شما والا وقتی میگه که من برای ما یک نور هستین، یعنی معلم من حیث چی است؟ میگه یک نور است، یک چراغ است، یک روشنی است. حالا معنای از این است که وقتی ما گفتیم معلم نور است، برای معلم یک دانه ساکت بخریم و برای چت ویزان کنیم و باز بگیم که گروپ وار است. همین عقل انسان تقاضا نمیکنه. پس این را تشبیه میگن، یعنی تشبیه معلم به چی شد؟ به چراغ شد. همین قسم که چراغ فضا را روشن میسازه، همین معلم، استاد، مدرس، راهنما، این هم همین قسم ما را با نور معنویت، این نور مادی هست و نور معنوی میته. پیغمبر هم نور هست، قرآن هم نور است، روشنی هست، روشنی معنوی است، یعنی ما را از تاریکی های دلالت و گمراهی دور میکنه. ولی بعضی از فرقه های منحرف هستن متاسفانه امو افراطی که در شأن پیغمبرها میکنن، بالاخره پیغمبر از پیغمبری میکشن و این یک اشتباه بزرگ از اون است.